آلمان در جنگ جهانی اول و نیاز شدید مواد خام اولیه و سوخت برای کارخانه‌های عظیمش همه افکار خود را معطوف به بازارهای نوظهور جهانی به خصوص خاورمیانه کرده بود. از جمله کارهای آنها میتوان به تأسیس بانک در فلسطین و ترکیه و یا احداث خط راه آهن بغداد برلین برای نزدیکتر شدن به خاورمیانه گفت. در همین زمان بود که توجه آلمانی ها به ایران معطوف شد و این مصادف بود با کشف نفت در ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار. آلمانی ها از آنجایی که می دیدند ایران و انگلیس و شوروی در رابطه بسیار نزدیک هستند و چه بسا ایران تحت نفوذ انگلیس و شوروی است، تصمیم گرفتن با پیشنهادهایی از جمله تأسیس بانک و راه آهن به دربار ایران نفوذ پیدا کنند، اما با نفوذ استعمارگرانی چون انگلیس و شوروی موفق به این کار نشدند. در سالهای پایانی سلطنت قاجاریان، دخالت و استعمار طلبی قدرت‌های بیگانه در ایران صبر مردم را لبریز کرده بود. انقلاب مشروطیت نیز تلاشی برای کوتاه کردن دست این استعمارگران از منابع و ثروت‌های ایران بود. با انقراض سلطنت قاجار و ظهور رضاشاه پهلوی در عرصه قدرت ایران، اوضاع به تدریج عوض شد. اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. رضا شاه تصمیم داشت همان اهداف مشروطه خواهان را در مورد سیاست‌های خارجی ایران را به اجرا درآورد. اهدافی چون روابط خوب و سودمند با بریتانیا و روسیه، بی‌طرفی در سیاست جهانی و از همه مهمتر ایجاد روابط نزدیک با یک قدرت سوم برای برقراری موازنه میان روسیه و انگلستان. رضا شاه سعی کرد امتیازاتی که به این دو کشور داده شده بود را به حداقل برساند و روابط ایران با آنان را محدود کند و عقب ماندگی که در دوران قاجار دامنگیر ایران شده بود را برطرف کند. اما رضا شاه نمیخواست برای از بین بردن این عقب ماندگی دست به دامان استعمارگران دیرینه ایران شود. او نیز مانند بسیاری از ایرانیان بر این عقیده بود که ایجاد پیوند نزدیک با یک قدرت سوم اهرامی را در اختیار ایران می‌گذارد که به کمک آن می‌تواند از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع کند. رضا شاه در ابتدا متوجه آمریکا شد، اما خیلی زود مشخص شد که واشنگتن به اندازه ایران به این روابط علاقه‌مند نیست و هرگز رابطه با ایران را آنقدر با ارزش نمی‌داند که خود را در مقابل روسیه و انگلستان قرار دهد. به نتیجه نرسیدن روابط با آمریکا باعث شد تا رضا شاه به قدرت دیگری روی بیاورد. این قدرت کشور آلمان بود. البته این را هم باید گفت که رضا شاه پیش از قدرت گرفتن مسئول حفاظت چندین سفارت از جمله سفارت آلمان در ایران بود که با آلمانی‌های سفارت رابطه بسیار خوبی داشت و همین باعث شد که حس خوبی نسبت به آلمان داشته باشد. رضا شاه برای بهتر کردن اوضاع اقتصادی به نوعی می‌خواست از آلمان الگوبرداری کند و دلیل او هم این بود که آلمان در جنگ جهانی اول نابود شد، اما به سرعت اوضاع اقتصادی خود را ترمیم و حتی شرایطی بهتر از قبل جنگ ایجاد کرد و علاوه بر این آلمان قدرتی بود که هرگز سابقه استعمارگیری در خاورمیانه را نداشت و همین هم باعث محبوبیت آلمان در جامعه ایران بود. از طرفی دیگر آلمان از کشورهای پیشرفته جهان در تکنولوژی بود و می توانست به کشور توسعه نیافته ایران کمک کند. رضا شاه هم که به شدت خواهان صنعتی کردن ایران بود به دنبال کشوری بود که امکانات و ماشین آلات صنعتی با قیمتی مناسب در اختیار ایران قرار دهد. از آن طرف آلمان نیز به مواد خام نیاز داشت، چیزی که در سرزمین پهناور و غنی ایران فراوان بود.
با به قدرت رسیدن پیشوای آلمان یعنی هیتلر در سال 1311 روابط ایران و آلمان روز به روز بیشتر و بهتر شد. علاوه بر امکانات صنعتی، آلمان کارشناسان و مهندسان زیادی در اختیار ایران قرار داد. پروژه های عمرانی زیادی را سرپرستی کرد و ایران را از لحاظ نظامی تجهیز کرد و آلمانی ها اطمینان داده بودند که تا 4 سال یک ایران صنعتی بسازند، اتفاقی که آرزوی رضاشاه و کابوس روسیه و انگلستان بود. کمک‌های پیشوای آلمان به رضاشاه برای رسیدن به اهداف بزرگی که شاه ایران برای سرزمینش داشت باعث شده بود که رضاشاه به شخصیت او علاقه‌مند شود. سخنوری، قدرت، روحیه نظامی و نظم هیتلر رضاشاه را مجذوب او کرده بود. البته باید گفت این علاقه دو طرفه بود و هیتلر هم به شخصیت شاه ایران علاقه‌مند بود تا جایی که برای او پیام تبریک نوروزی فرستاده بود. در سال 1317 و آغاز جنگ جهانی دوم ایران اعلان بی‌طرفی کرد. ارتش آلمان تمایل داشت که ایران با توجه به رابطه حسنش با آلمان در جنگ همراه آلمانی‌ها و نیروهای متحدین باشد. حتی هیتلر اطمینان داده بود که در صورت پیروزی در جنگ برخی از مناطق از دست رفته ایران در زمان قاجار که توسط دولت‌های شوروی و انگلیس جدا شده بود به ایران واگذار می‌کند. اما دربار پهلوی رسما اعلان بی‌طرفی کرد و رضاشاه کاری را که هیتلر از او خواسته بود را انجام نداد و تا آخر عمر از این تصمیم خود پشیمان بود که قبلا در مورد این موضوع یک ویدیو ساختم و شما میتونید با کلیک کردن روی اولین لینک در دیسکریپشن اون رو تماشا کنید و علت پشیمانی رضاشاه از تصمیم خودش رو بدونید. ممنون تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما لایک، کامنت و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید.